چی کار داری بر من؟ باشا این کار نکن. میزنم تو دهن سرویس بشه. نه دهنم زر میکنه منو کمک. میزنم به چوخ سگ بدی. اینقدر میزنم استعداد خر بدی. نه با من این کار نکن. چی شد؟ منم مثل تو شدم. چی؟ آره بیا با هم بریم بزنیمشون. بزنیم یه آهنگ بکنیم. آره آهنگ باز قندی. تو چی؟ وای چی شد؟ برکم چیه؟ چی شد؟ به منم بده. سلام عزیزم میخواد چیکار کنی؟ وای مرگم میزنه. وای دارم به چوخ سگ میرم. وای فرار کن. نه چی کار کردی؟ برو بریم به من نکن. همتون رو دهن سرویس کن. وای چی کار کرد؟ دهنشون سرویس شد. دهنشون رو سرویس میکنم تو رم. وای نه من گرگ باید برم اونجا قایم شم. وای گربه جانم بیا اینجا قایم شیم. من یه گرگ خوشگلم. آره چی کار کنیم ما اینجا تنها میمونیم؟ نه اینجا تنها نمیمونیم. ما همه هستیم. وقتی که داشتین شادی میکردین روز این جادوگر پدرسگ اومد شما رو میخواد سلس کنه. بعدش هم میخواست این زرده رو تست کرد تبدیل به خر شد. بعدش هم اینم جیغ زد و گفت همه شد تلس شده. تو سرم تو چی شدی؟ بعدش هم همشون رو تلس کرده بود. به چوخ سگ رفته بودن همشون رو کوکو سبزی کرد جادوگر بدبخت. چرا تلس میکنی؟ تلس دوست دارم. تو رو هم تلس میکنم. تلس بدی. چیکار کردی تو؟ قدرت آتشی. تو چست خورشیدی نجاتش دادیم. نجات پیدا کردیم. آره بهتره بزنیم به چوخ سگ. نه به چوخ سگ نرم. تو رو به چوخ سگ میدم. چی کار میکنین؟ بزنینش. بزن به من. انقدر میزنم صدا خر بدی. نه را گفت دادم دوش. بعد این خلاصه این داستانش خیلی خوب شد. همه به خوبه و خوشکنارم زندگی کردن و کلا داستان همینجوری بود دیگه. همشونم وای همشونو چیکار کنیم؟ به چوخ سگ رفتیم. وای حالا چیکار کنم؟ برام میخوام به چوخ سگ بدمتون. بیا بریم به ممزان کارت دارم. نه درخت جانم خون ریزی کرد. درخت حالا طور گرگو میخوام شکنجه بدم. نه